بقیه لباس میگیرن خوشحال میشن، ما لباس میگیریم ناراحت میشیم. ببین قشنگ دکمه‌هاتو. همین الانم حوصله دکمه بستن ندارم دیگه، چه برسه به اول صبح. خدای چیه بابا، یه دونه لباس قبلیمون زرد میکشیدیم با تمام شد میرفت. سخته صبح به صبح. دیگه باید با لباس مدرسه بخوابیم. این سوراخش یه ذره اون چیزه بود. چشم درست بکن. حالا میگم مجبور بودم الان دوش میبندم. آره چون میخوام ببینم چجوریه تو تن. بعد از این هست که میشوری جوریت میشه با این زحمت اتوش هم خودت بکش صبح. از شب قبلش اتو کن آماده نکرد. چیزی بگم لباستون اصلا قشنگ نیست. صحیح. پارسالیه بهتر بود، طرح جین بود. مجبورم دیگه. این که شلوارتون زیپ با دکمه نداره برو خدا رو شکر. واقعا از شلوارمون رو چرا واسه با دکمه ده؟ اینها پلاستیکه نیست؟ خب ببینم اندازه 3 تا لباس فوتبال من پول دادی، همین رو میرم تو 3 تا لباس فوتبال من میگرفتی، من راضی بود. هم چه حسی داری میری شیشم؟ حس واقعی تو بگو که داری میری کلاس شیشم. حس این که بالاخره هیچکی نمیتونه به زور بگه.